ما جیغ میزنیم که دموکراسی در ضد اسلام است. گله خو نداریم. چرا؟ نتیجه دموکراسی لعنتی همی است. اگر کسی به پیغمبر دشنام میده، اگر به کتاب دشنام میده، اگر به دین دشنام میده، خلاص. اگر در سری را دختر بوسه میشه، اگر در سری را قتل دختر اموری غیر اخلاقی انجام داده میشه، هیچ چیز گفته نمیتونی. دموکراسی سیوم چیز چی است؟ و جور السلطان علیهم، ظلم پاچا بالای از یا. همیشه یادتان باشه از دین گریز کی میکنه؟ امو مردمی که در ناز و نعمت کلان شده و مبتلا یا مصروف به ناز و نعمت است و نمیخواه خود در رنج بندازه، خود در تکلیف بندازه، مسائل دین بپذیره. دین گریزی نمیره. میگه از دین گریز کسی میکنه که نمیخواه خود در قید و بند واقع کنه. میگه آزاد باشم، اگر سود میشه بخورم، اگر زنا میشه برام حلال باشه، اگر مالی کسی را غصب بکنم کسی سرم انتقاد نکنه، اگر مالی کسی را دزدی کنم هیچ کس برام چیزی نگوید. اینمی مردمایی هستند که خود در قید و بند دین نمیاره. حالا که ما بنده هستیم، بنده امیر معنا را میگه که زندگی ما در دنیا در یک محدودیت قرار داره. اینطور نیست که مطلقاً آزاد باشیم، چیزی که ذهن ما میپرورانه امو در ذهن ما میگرده، امو برای ما حلال و درست باشه. نه، ما بنده الله متعال هستیم. الله متعال بر ما یک خط وضع کرده، دمو خط باید روان باشیم. از او چوکات برآمده نمیتونیم. از همون خاطر ما جیغ میزنیم که دموکراسی در ضد اسلام است. البته دموکراسی را تعبیر کرده، مفهوم دموکراسی همی که حکومت مردم برای مردم بالای مردم، اگر همی مفهومش باشه این با دین ما ضد داره و قطعا در تضاد واقع است. این را قطعا اسلام گفتن نمیتونیم. اگرچه بعضی مردم دموکراسی اسلامی مینامه، اصل میگه دموکراسی آزادی را میگه. کدام آزادی؟ مراد از آزادی باید تعیین شود، بعد از مفهوم بگذاریم. ضرورت نداریم کلمه دموکراسی را استعمال بکنیم. آزادی در لا اله الا الله است. یک بنده را از بندگی دیگه بنده ها خلاص کردن، بنده یک الله ساختن، اینی آزادی است. وقتی که دعوت توحید الله را دادی کل مردم مقابلت میشه، چون مردم خود شرک واقع است. وقتی مقابله شرک از وارا میکنی، یک نفر خود در برابر ایق مردم واقع میکنی. ببینه در اون زمانم پیغمبر به خاطر بی عقل میگه که این خود در برابر چیست؟ نظریات و افکار توده های خیلی بزرگ قرار داده. مردم یک طرف باشه. امروز شما ببینید مردم به یک زیارت چقدر عقیده داره و تو برش بگوی سالا مردم در اونجا مال برده، سالا مردم در اونجا رفته، موترکی را کرده، در بست رفته، اونجا خاکیش خورده، جنده شده، جان خود بند کرده، سنگی شده، جان خود مالیده، همیشه از خانه آواز داده و تو برش میگی که یک بنده عاجز است هیچ چیز نمیتونه. اینی جست که مردم در مقابلت میخیزه. ببینید داستان انبیاء علیهم السلام چی درسای عظیمه در راه دعوت برای ما میده. فقط تو مردم به یکتاپرستی الله دعوت بده که مؤمن شو. مؤمن شدن گپ یادی نیست که کسی مؤمن واقعی که قرآن تشریح میکنه اما رقم مؤمن باشه. اما مردم پیغمبر چی میگه؟ صفی. پس ما تو را اگر یک کلمه استعمال بکنه، یا تو را یهود بگویه یا نصارا بگویه یا وهابی بگویه یا یک کلمه دیگر استعمال بکنه، دی خفه نشو. انبیاء علیهم السلام به او خیرخواهی و دلسوزیشان قومشان در مقابلش کلمات استعمال کرده. تو در این مورد قطعا خسته نشوی. بان بگوی کدام حالت نیسته که سری این ملت نشده. اما تو مرد که اونجا رفته ای، تو را بالله قسم چقدر حیثیت از بین رفته که در دست او کفار افتاده ای. تو را انسان واری فکر کرده، تو را حیوان واری فکر کرده. لتکوب و توهین و تحقیر. چرا اروپا میرم در جمعه ها گپ زدم. چرا اروپا میره؟ در اونجا کار و روزگار است، کافر است، به مو قانون وضعی خود معتقد است. همون قانونی که خودشان جور کرده یک بلس از اون قانون خود سرکشی نمیکنه، پابند استاد است و به قانون وضعی خود عمل میکنه. نظم حاکم است، امن حاکم است، اما چیزش مهیا و برابر است، یکی مخالفت نمیکنه. تو مسلمان کتاب الله پیشت است، دستور و تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشت است. چی میکنی؟ آلی میگم باران میشه، از پیش روی خانه جناب مردک بیلدینگ والا دیر شده نمیتون، از دست بوی، از دست آبی گنده. تو مسلمان هستی؟
ببین فیلم ها را، بس رفت کده در اسراف ها. تو یارا بگی اسراف کرده برو، پاش بودو در زنی رقصنده در مجالس. شما خو میبینه این دوسایی نعوذ بالله خبیثایی که دوره مسلمانای واقعی، این ریشا با زن نشسته، زن رقص میکنه یا سرش پاش میده. اما تو دیوس کدام عالم خبیث جنازهش میخونه؟ دین کجا رفته؟ کدام طرف است؟ در جمعه گذشته گفتیم الا فشا لم تظهر الفاحشه الا فشا فیهم الطاعون. فاحشه خاشکارا نشده. امروز خیطور موبایل برآمد که نعوذ بالله هم بستری تا هم مردم بیرون کشیده، نگذاشته. فحشا در کدام سرحد رسیده؟ دین چی را میگه؟ چه قسم ما مؤمن هستیم؟ به کدام عقیده هستیم؟ کدام کتاب قبول کردیم؟ کدام قانون قبول کردیم؟ دوستای ما باز میگه نه اینجا کار نکو، اینجا کار نکو، اینجا بانشه. کدام طرف میره؟ ملت رفته در پالوی توسته، نان داده میتونی؟ بگذار سرمایه را یهود و نصارا کار کنه، سکولر استازی پهنتون باشه، گپای جدید میشنوی، شبهای جدید توسط امیق دنیای غرب روز به روز آمده رایسته. جناب سنگسار نیست، قرآن وجود نداره. غلط میکنه این مردم، در دین نیست. مرتد قتل نمیشه. چند وقت پیش بود شبهای جدید از پهنتونیتون میخیزه، از مرکز علمیتون میخیزه. یک جوانی که یک روز به ترجمه قرآن ننشسته، یک روز حدیث رسول الله را نشنیده، این سخنا را باور میکنه یا نمیکنه؟ او را بگذار و فتنه را. آله فتنه دیگه که احادیث قابل اعتبار نیست، این را تو ما روایت کردیم، 100 دروغ قطعش احتمال داره، فقط قرآن قبول کنیم. قرآنی نمی نامه. فتنه بزرگ دیگری که آلی روان است، خبرداری نه؟ البته میگه فقط یک کلاشینکوف کلی موضوع را حل میکنه. دین بری خود سنگرهای متنوع داره، دین بری خود از دست دشمن روزنه های متنوع داره که حمله سرت میکنه. هر روزنه را باید تو بند بکنی، هر روزنه را. از پهنتون شایع میشه که سنگسار در اسلام وجود نداره. ببینه از حدیث متواتر منکر میشه. انکار از حدیث متواتر کفر است. لیکن امو استاز است. یک شاگرد غیرت میکنه که برش گفته شده بخیز استاز بگوید که استاز یا ایر سری سنگ میشانی یا دیگه اینجا استاز ما تو نیستی. ما من حیث بچه مسلمان، خود ما مسلمان اینجا میایم برای تعلیم. تظاهرات میکنه در مقابل کی؟ ریاست خود. ما این معلم قبول نداریم، این برای ما بیدینی را تعلیم میده. کی است؟ چی میکنه؟ هر شاگرد میترسه که معلم باز مرا ناکام میکنه. چی میگه؟ درایف میکنه یا چی میکنه؟ چی قصد پهنتون برش میگه؟ دراب میکنه. خلاص خدا آرام بگی، هیچ غیرت سری دین نکو. هر ملحد پیدا بشه اظهار نظر خدا میکنه. بله گله خو نداریم. چرا؟ نتیجه دموکراسی لعنتی همی هست. اگر کسی به پیغمبر دشت نامیده، اگر به کتاب دشت نامیده، اگر به دین دشت نامیده، خلاص. اگر در سری را دختر بوسه میشه، اگر در سری را قتل دختر اموری غیر اخلاقی انجام داده میشه، هیچ چیز گفته نمیتونی. دموکراسیست، پذیرفته، رای داده. و جناب یک کمی فکر بکن، قرآن و حدیث خب فراوان بخون، در عمقش داخل شو، بعد از او فتوای تصادر کن. یک آیت سرسری ترجمه درستیشم به الله قسم نمیتونی، لیکن فتوای تکفیر قطعیت است. زده برو، مردم کافر کده برو، مسلمان نکده، تالی را اسلام داخل نکدی، وقت پس از در کفرش برسون. ببینیم ما دین از کدام روزنه ها ضربه زده میشه؟ چه قسم ضربه زده میشه؟ چه کارا میشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما میگه
اگر ما نقصان در میکال و میزان میکنیم سه نتیجه شد. قحط سالی آمد، شدت معونت، اسباب معیشت سخت میشه. سیوم چیز چی است؟ و جور السلطان علیهم، ظلم پاچا بالای از یا. بجز از ظلم دیگه چیز نمیبینی. امروز ببینی چی خیر دیدیم از این پاچایی ها، چی خیر دیدیم. کی به امن در سری وظیفه خود رفته میتونه؟ و تجار تو را به الله قسم دل شیر در دلت بمانم، از صرافیت قبل از دیگر بیرون میشی آنه که شام میکنی. بگو میتونی؟ میمان شده نمیتونی در خانه دوستیت، 4 دقیقه در خانه دوستیت نشسته نمیتونی، به خاطر که میگی اختطاف میشم. اولادی تا بیچاره را در جای تفریح برده نمیتونی که اولادم اختطاف میشه. برای چی است؟ جوری سلطان بیبی. کدام جوری سلطان؟ یک موبایل در خانه بکار است، خیر و خلاص. یک موبایل. چرا ده دانه موبایل به اولاد داشته باشیم؟ خب است تک زمان دونه. حالی که کارت میندازی چشمت یک دفعه پرت میشه پس واز میشه، پیسه وجود نداره. نه کنترل سر شبکه ها. مملکتان تلفن است. برو ما در عربستان ریال انداختیم که هر چی زنگ بزنم هیچ خلاص نمیشه، سعی میکنم که باز در پاکستان برو 100 کلدار میپرتی که زنگ میزنی خلاص نمیشه، ولی در افغانستان در شبکه دزدا بیا، در مرکز دزدا کجاست حکومت کنترل کنه؟ چرا اینطور میخوره؟ جور سلطان سر ما است.